با عرض سلام و ادب احترام خدمت شما دوستان عزیز، امروز اومدیم با یک آموزش مولتیمتر ویکتور VC 97 که امروز این آموزش رو به شما میدیم. دکمه ها برای چیه، پین های ورودی برای چیه، پین های خروجی برای چیه و چه کاری رو انجام میده. میرسیم به دکمه بزرگ چرخنده وسط که قلب مولتیمتر. با این میتونی انتخاب کنی که چی قرار اندازه گیری کنی. بریم دونه بدونه با هم بگیم که چه کاری رو انجام میده. از حالت آف شروع میکنیم، سمت چپ پایین دستگاه. بعدش میلی ولت مخصوص اندازه گیری ولتاژ خیلی کم زیر 1 ولت. بعضی از مدارات خیلی حساسن برای اون کاری. AC و DCش هم فرقی نداره. بعدی ورودی برق شهر، یعنی اندازه گیری برق شهر همون AC که جریان متناوب رو به ما نشون میده. علامت بعدی علامت V با خط صاف و نقطه چین پایینش برای اندازه گیری ولتاژ مستقیم مثل باتری و آداپتوراست، مخصوص ولتاژ هایی که مثبت و منفی دارن. و بعدی علامت اوم برای اندازه گیری مقاومت. بعدش علامت دیود رو مشاهده میکنید با اسپیکر. علامت دیود چپ و راست دیود و آنود کاتود دیود رو درست انجام بدید. خروجی و تست دیود داره و وقتی که روشن بشه، وقتی که پراب بیاد روی این گزینه، علامت تست دیود این بالا داریم و یک بار این دکمه رو بزنیم میره رو حالت تست بوق، یعنی تست رسانای جریان. بعدش اندازه گیری تست خازن، 2 خط موازی کنار هم برای تست خازن انجام میشه، خازن میکروفاراد، نانوفاراد و غیره. بعدش علامت هرتز برای اندازه گیری فرکانس سیگنال روی این حالت HFE. این مخصوص تست ترانزیستور هاست. پین های ترانزیستور روی سوکت قرار میگیره و سوکت منظور پراب، روی پراب قرار میگیره و میتونی اندازه گیری کنی پایه های مولتیمتر رو با این. بعدش قسمت C که درصدم، علامت درصدم بالاش، این نشانگر یه پراب مخصوص داره برای نشانگر دما. مثلا میخوای دمای آیسی رو اندازه گیری کنی، یه پراب مخصوص داره، اونو میزنی روشن میشه و دمای آیسی رو بهت میگه. و علامت UA MA و A چیه؟ اینا اندازه گیری جریان. خب UA برای جریان‌های خیلی ریز در مدارهای الکترونیکی انجام میشه. برای جریان‌های کم تا حدود 400 میلی آمپر با MA یعنی میلی آمپر و برای جریان بالاتر از 10 آمپر که علامت آی خالیه انجام میشه. تا 10 آمپر میتونی جریان بگیری. و میایم این پراپ ها و ورودی های پراپ ها چه به دردی میخوره. ما میایم سوکت قرمز رو به مثبت و سوکت منفی رو به کام وصل میکنیم. وقتی که مولتیمتر رو میای روشن میکنین، 2 تا سوکت برای تمام این کار رو انجام میشه تا اندازه‌گیری دما با پراب مخصوص خودش. برای آمپر جای پراب ها با هم عوض میشه. تا اینجا گفتیم برای میلی ولت، ولت های
برق شر، AC، ولتای مثبت و منفی دار مثل آداپتور و باتری، تست مقاومت، تست اوم. اینجا تست دیود داریم و دکمهش رو بزنی تست بوق و تست جریان روشن میشه و این بالا LEDش هم روشن میشه. و اگر اینو روشن دکمه رو نگه داری پشت دستگاه یک چراغ قوه‌ای داره روشن میشه و دوباره نگه داری این چراغ قوه خاموش میشه. و شما در جای تاریکی میخواین کار کنید که نور کافی ندارید برای مولتیمتر و این دکمه رو بزنید، نگه دارید این دکمه رو، صفحه LED نمایشگر روشن میشه و باش کار نکنید خودش خاموش میشه. و برای تست مقاومت گفتم اوم، دیود و تست بوق رسانا و علامت های دیگه. میایم برای اندازه‌گیری جریان. برای اندازه‌گیری جریان باید ما جای پراپ ها رو عوض کنیم. خود جای پراپ نوشته کام تو هر شرایط باید توی منفی باشه، یعنی زمین، علامت زمین هست و در اینجا علامت میلی آمپر و یو آمپر در این جریان های کم میذاریم اینجا پراپ رو و به صورت سری اندازه گیری میکنیم آمپر رو و برای آمپر 10 آمپر به بالا میذاریم پراپ رو در اینجا و سری اندازه گیری میکنیم براتون. و اینم بگم که اتورنج از همین طرف خاموش میشه و از طرف دیگر. امیدوارم که این آموزش برای شما مفید باشه. تا آموزش دیگر، خدا نگهدار.